با سلام و وقت بخیر. پیرو آموزش قبلی در این مرحله در رابطه با آموزش های سیستم اورژانس و درمان و آمبولانس توضیحات مختصر و مفیدی برای کاربران عزیز ارائه خواهیم داد. در رابطه با ساختار کلی کابین عقب اورژانس و آمبولانس، تجهیزاتش از دستکش استریل، دستکش لاتکس و سیستم تهویه مطبوع، بخاری، کولر و قسمت های عمده که بخش درمان مربوط میشن در این به قول جایگاه ها قرار دارن. اولین مرحله اسمش آنژیوکت. اولین تدابیر درمانی مراقبتی برای بیماران ترومایی و تصادفی یا به هر دلیلی افت فشار خون داشته باشن، این مرحله باید برای مراقبت های احیایی اولین قدم برقراری سیرکولیشن است یا با همین آنژیوکت ها انواع مختلف، آنژیوکت سبز، توسی، این دوتا برای بزرگسالان، آبی برای کودکان و اطفال. البته واسه اطفال کمتر استفاده میشه، برای کودکان بیشتر ارجحیت داره. سرنگ ها، نمونه های متفاوت سرنگ، 10 سی سی، 20 سی سی و 5 سی و پد الکل، آب مقطر. همونطور که مشاهده میکنید چسب آنژیوکت، گار و فینگر تیوب و آنژیوکت زرد. این نمونه مدل برای اطفال و خردسالان که به قول معروف آیوی لاینشون ضعفه یا رگ های خیلی کوچیکی دارن، با این مرحله با احتیاط خاص و به قول معروف با مراقبت بیشتر انشاءالله رگگیری برای اطفال خردسالان انجام میشه. در مرحله بعد انواع سرم ها، این نمونه سرم رینگره برای برقراری انفیزیون و برای برقراری فشار خون و تروما هایی که باعث شوکی نشده، از این سرم ها بیشتر استفاده میشه برای ضعف و بیحالی، برای تهوع استفراغ، برای سرماخوردگی و ولی تو اورژانس بیشتر به خاطر همون برقراری افت فشار خون نابجا را درمان میکنه. این مرحله کلار گردنی رو مشاهده میکنیم. کلار گردنی از 2 قسمت تشکیل شده برای فیکس کردن گردن در محور ستون فقرات استفاده میشه. تجهیزات دیگه ساکشن برای کشیدن ترشحات خونی از راه دهان و حلق، اکسیژن پورتابل، مانومتر اکسیژن و AED، تجهیزات یه بار مصرف مثل دستمال کاغذی و تجهیزات مربوطه دیگه که تو این قسمت ها مشاهده میکنیم که کورس های بعدی انشالله آموزش کلی در رابطه با همه اینا ارائه میدیم. در این مرحله خواستیم یک دید کلی از سیستم اورژانس و آمبولانس داشته باشین. یا علی